دوستان سلام، وقتتون بخیر. من یکی دو روز پیش یه سایت استخراج دلار براتون معرفی کردم، برداشتم کردم، بعد 7-8 ساعت برام واریز شد. حالا خیلیاتون سوال می‌پرسیدین، یه قسمتش براتون گنگ بود، گفتم این ویدیو رو بسازم. توضیحات کامل رو توی کپشن براتون گذاشتم. اولا که بدون فیلتر شکن وارد بشین، دوم اینکه روی یه دونه گوشی چند تا اکانت نسازید، متوجه میشه و بهتون هیچ واریزی نمیده. هر 2000 تا سکه داخل بازی معادل $1 میشه. سکه‌هاتون هم بالا سمت چپ براتون نوشته، الان برای من 14 تا هستش. و اینکه تا دیروز هر $1 رو میشد برداشت کرد، الان حداقل برداشت $5. و صبر کنید که سکه‌هاتون بشه 10,000 تا و بریم توی کارش توضیحات کامل بهتون بدم. ببینید وارد که میشین بدون فیلتر شکن یه صفحه براتون میاره بالا سمت راست نوشته create account یا ایجاد حساب کاربری. اینجا توی اولی ورود نام کاربریتون رو میزنید، دومی ایمیل، سومی رمز عبور. ایمیل و رمز عبورتون رو یه جا یادداشت کنید، گم نکنید، ممکنه که حسابتون رو از دست بدید. ثبت نام که کردین یه همچین صفحه براتون میاد. بالا 4 تا سربرگ داره: ماینر، بونوس، فایننس و پارتنرز. ما اول برای شروع میایم توی سربرگ ماینرز. بهتون همون شروع کار یه سری سکه میده و این معدنه اگه براتون باز نبود روش کلیک میکنید و بهتون باز میشه. 15 تا سکه میده، باز میشه. معمولا یه چند تا سکه اولیه براتون داده، به بعضیا 500 تا، به بعضیا 1000 تا. بعد تو تصمیم می‌بینید عکس کادوها رو قبل از اینکه رو اون پایینش رو اون طلا بزنید، رو هر کدوم از این کادوها بزنید و یه مقداری گلد بهتون میده، یه مقداری طلا بهتون میده. این الان صفحه یکی از اکانت‌های منه. من اکانت‌ها رو گوشی‌های مختلف زدم. ببینید اینجا داره خودش استخراج میکنه 35 تا و هر چند ساعت یک بار، روزی یه بار، اصلا چند روز یه بار بیاین کالکت رو بزنید، میاد این بالا سمت چپ استیکراتون اضافه میشه. و معدنچی‌ها رو هم می‌بینید دیگه. سعی کنید این غولای آخر رو بخرین که قیمتش 1000 تا و 500 تا هستش. تو این قسمت میاد بهتون میگه که شما در ماه 90,000 تا میتونید سکه جمع کنید، میشه معادل $45. من ماهی $45 درآمدمه فعلا و قراره که بیشترش هم بکنم. من یه بار برداشت کردم، بعد 7-8 ساعت واریز شد برام. نحوه برداشتم بهتون میگم. یه نکته دیگه هم بگم دوستان، این سایت‌ها معمولا اولش خیلی خوب پول میده، راحت پول میده، ولی ممکنه که کاربرا زیاد بشه بودجهشون به ته دیگ بخوره، مگر اینکه اسپانسرای جدید پیدا کنن و امیدوارم که ادامه داشته باشه. بازی از 18 دسامبر شروع شده، امروز چندم 27 9 روزه. من این بازی رو خودم چند روز پیش با یه اکانت دیگه ساختم، بعد دیدم برداشت کرد، خیالم راحت شد. اومدم معرفی کردم، فعلا برداشت داره. و پس خیلی واضحه دیگه، شما سکه جمع می‌کنید، معدنچی می‌خرید. این پایین معدنچی‌ها هستش، می‌تونید از هر معدنچی چند بارم بخرید. من این پایین سمت راستیه رو 5 بار تا الان خریدم، یعنی 5000 تا پول بابت این دادم. و چند وقت یه بارم میاد روی این کلکتر میزنید، امتیازش اضافه میشه. قسمت بونوس داره که من باهاش کاری ندارم. سکه‌هاتون رو این قسمت خرج نکنید، خیلی قیمتای بالایی داره. فایننس مالیه، قسمتی که شما باید آدرس ولت بدین و بیاد توی حسابتون. اینم بهتون حالا میگم چه جوریه. قسمت پارتنر هم بریم ببینیم. من الان نگاه کنید چند نفر جدید عضو شدن. برام لیست اعضا رو آورده. لینکتون رو روی کپی لینک بزنید، کپی میشه، برای دوستاتون میفرستین، نکات رو بهشون بگین بدون فیلتر شکن و چند تا اکانت هم رو گوشی نزن. و الان این قسمت هم یه کالکت داره، روش میزنین سکش اضافه میشه بهتون. خب میخواید برداشت کنید، میریم توی فایننس. بذارین سایتش باز بشه. ببین سمت چپ نوشته که هر 1000 سکه $1. این منظورش اینه که شما واریزی داشته باشین. من پیشنهادی به واریزی نمی‌کنم. کلا سعی کنید که برای بازی‌های مختلف خرج نکنید. همینجوری رایگان بتونید امتیاز به دست بیارید. و سمت راستی‌ها هر 2000 تا $1. هر 2000 تا که بشه $1 درآمد دارین. و من الان سرعت ماینم 3000 سکه در روز، یعنی روزی $1.5. میخوام بیشترش کنم، بتونم روزی $5 در بیارم. ببینید انتخاب میکنید که رو کدوم شبکه براتون واریز بشه. من روی تون زده بودم برام واریز میکرد، البته این اکانتم نبود. توی این قسمت نوشته مای آدرستون رو بهش میدین، کپی میکنید آدرستون رو از تون کیپر کپی پیست میکنید. اینجا براش تعریف میشه، سعی کنید دقیقاً بزنید، شاید نشه عوضش کرد و براتون واریز میشه دیگه. تا دیروز هر $1 شما میتونید برداشت کنید، ولی الان حداقل برداشت رو گذاشتن $5. اینم نکتهشو بهتون بگم. حالا چجوری آدرس رو از تون کیپر و اینا بیاریم؟ این تون کیپر هستش که احتمالاً همتون برای همستر و داگز و اینا داشتید دیگه، بلدین چجوریه. حالا برای دوستان که نمیدونن میتونید دانلود کنید، ولی بهتره که یه ویدیو آموزشی هم تو یوتیوب ببینید، زیاده اگه مثلا براتون سوال بود. آدرس رو کجا کپی میکنید؟ روی تون میزنید ریسیو، بهتون آدرس میده، آدرس رو کپی میکنید و میرید توی سایت.
فقط تونکیپر رو با فیلتر شکن، کلا ولتا رو با فیلتر شکن باز کنید، ولی اون سایت رو می‌خواید برین فیلتر شکنتون رو خاموش کنید. روی فیلتر شکن حساسه. دیگه توضیحات کامل بهتون گفتم دیگه، خیلی واضحه. هر شبکه‌ای که خواستین میتونین اینجوری آدرستون رو بدین، فقط آدرس‌ها و شبکه‌ها یکی باشه. اگه می‌خواین روی تون براتون بریزه، آدرس تون رو بدین. اگه سولانا می‌خواد اینا، من سولانا اینا رو امتحان نکردم، رو شبکه تون زدم، راحت‌تره برام. و تونم که به قیمتش به شدت ریخته، پارسال تابستون $8 بود، الان شده $1.5. امید دارم که یهو 2 برابر 3 برابر بشه. من این کانالم ساختم، اصلا هدفم درآمد از یوتیوب نیستش، چون من یه کانال 1300 1400 ممبری هم دارم، اونم حتی نرفتم نقدش کنم پولشو بگیرم. فقط میخوام یه آرشیوی باشه از آموزش‌ها توی یوتیوب بهتره، توی تلگرام کیفیت اینا میاد پایین.